دو بچه دیگرم در وطن گفت صاحب معلومات و صاحب جای کارم گفت. میدونی چی بچه‌م گفت؟ دردم کرد که امروز من خواستم که این پیام به همه برسانم. گفتم چیه مادر جان؟ گفت روزی 8 مارد میشوه بچه‌م در یک سیتکه کتر میدازه و خودش نمیاره. زنش میته، زنش میگه ما خاله جان بچه دیکرتر برایش ما 8 مارد کرد. چی؟ ما مادران محتاج کرده هستیم. من میخوام که فرزندی ما دست خالی دری مرا تک تک نو بیا بگه السلام بچه جان سازی خوبی. خیال میکنن مادرها برای پول و مال فرزند دوست میدارن. بچه جان ما نخوردم خراندم نپوشیدم پوشاندم که فرزندام گشنه و تشنه نمونن. یک کس نگن که فرزندو صغیره. امروز بچهای ما معلومات عالی گرفتن، صاحب جای کار شدن، مادر افگارشون آیا چون برآوردن، مادری در مهنشون آیا چون برآوردن، مادری که دروش